زیاتر دوی درباره داو درباره بجیم پشکا هرما کردستان او گوهرین اندناوا رشنویسا بوجه دات نکرن بوانه که من هیا ج بغدای اندام پارلمانتوی عراقی برس سیپان شیروانی ج بغدای الگل منه دنباش سیپان هیویدارم باش بن باشتر زور سپاس بری از پرسیان خوش تبکم کاک سیپان از خوازم هون لگل بمینن از سرنج بخ مسروان گوهرینن کد پروژه اسای دا هاتی نکردن وان دو برگیان دا و پشت از پرسیارن خو آراسته جناب هوا کم ام سرنج هواج بو او گوهرینن کو دناوا بجین رشنویس دا هاتی نکردن کو کمیته دارایی بجین پشتی هوربینی آوان انجام دایا بجین انجام دایا گوهرین تداعت نکردن او جی تبینین بجین ین فراکسیون کردی لسر هبون تبینیا بجینیا که آنکو گوهرینا یا اکی اواکو هاتی انجام داد برگیا دوی یا ماده 12 دابو او جی چت بجید دبجیتن کو راکرنا بستن آنکو گریدانا بشه بوجه هرما کردستانه به دهات کردستانه واتا دهات هرما کردستانه هر چند بیت چه پیوندیاوه به وی کی ونینه اف پشکا کو جبو هرما کردستانه هاتی دانان بهت خرج کردن کواته نه معلقه نه گریداب کدی دهات هرما کردستان چند بیت اواکو رکفتن سر هاتی کردن و رادستی حکومت ناوندی بیت کردن دیو دا بجیم برگیا دویج ماده 13 هر وها برگیا دویج ماده 14 بجید خرجی و دهات هرما کردستان د چارچوب بجین خرجی و دهات عراق دیتا هجمار کردن واتا دهات پترول هرما کردستان وکی دهات یه پترولا دولت عراق لوزارت دارایی دهتا هجمارتن اف دو گهرانکاریه او بون اوینکو ده پروژه سه دهاتی نکرم از دوی میوانه خوب پرسم کو بحث به کتاب کنیم کو پشتی فراکسیون ین کردی کو اف دو گهرانکاریه ده برجواندیا کردان دابو ابزانم سود وان هر دو گهرانکاریا چیه برای سیپان گلبنه سیپان دنباش دوباره از خوازم بزنم اف هر دو گهرانکارین هاتی نکردن چوا برجواندی هرما کردستان دانه بله بناو خود مزنون دلوان کاک محمد هواریا هنگو خلک خوشتیوی کردستانش باش بی اف دو گهرانکاریت که هاتی کرنه خصوصا گورانکاریا ای که او برگاد دوی یا مادات 12 زور زورا گیرینگ بود جی نگرانیا ما بود تو راستیش دا برعکس نص دستوری بود نص یعنی دقیقی برعکس نص دستوری بود هیچ جایی که دستوری دا و قبول نکرد که دهات پارزگاه که یعنی حریم که عراق دا گریب دنب دهات وان و بلکه من ماده 121 دستوری های کد برگاسی دا زور واضحی اشاره پیکرده دهات فدرالی برای که پاره بو همه حریم و محافظاتا حسب جمار دانشتوان توانده ترخان کن که حسه که عادلانه بید بشه اداره دانا کارت خوش بکرد بله اوه هاد بود لموازنه دا نویسی بو زور به جه تعجبه بو که دهات که بو حریم کردستان دست نشاند کن نابی زیاد زیده تر بیتن لنزبا دهات و حساوه لخزینه بس جه خوشحالیه و به چه کردنا مناقشه که زور و يعني رفع على بو قران كاري كرنل بو لسفيت جمله نكتوا وماده للاند صلاه العراق و هاتا قورينه او وكي من اشاره پیدای کارگری کازور نرینی دابید خصوصا تازه اگر بیتو موازنه عراق بچیت بواره پسند کرنه و اف ماده نهاد با قورينه دابوه معنا گینیتن تقریبا هیچ موازنه که با هرما کردستان نه نیرد بلام مادام هاتا گورینه چه نفتا کردستان بیت فروشنه چه نه تا فروشنه هر چندش بده هاتا هرما کردستان او حسا کو اتفاق ساعتی کنه بین هر دو حکومتا للان حکومت فدرالی و دیتا هناردنه یلک باشه اوه بجین دوچه که دل خوش کره باشه مزانی کو اف ده هاتا هرما کردستان هیا که چند بیتن پیوندیای برای بجین پشک هرما کردستانه ده بودجه دانینه باشه هرما کردستانه سروی پیدویه کیش دهات خو چندش سادش دهات خو رادستی حکومتان آفندی بکتن اواکو رکفتن سرهاتی کرن خوی یادیار حکومت هرما کردستان روزانه دهات 400,000 برمیل نفت در رادستی
رادستی عراق ناکد یعنی ده چله هید 400,000 برمیل روزانه نفت لحقول تحریم کردستان دهنه فروشتنه و دهات و دچیتت حسابک ماحت یا دیاری کردی کته دا او حساب راست خود جیر چاودریا جناب سروک وزیران حرم کردستان دابید بس او بر دهات و دهت حساب کردن وکی گل دهات فدرالی یعنی چند دهات العراق دا انا حکومت عراق که دهات خو حساب کردید موازنه دا یانصبه که حساب ختامی کرد کابزانی سالا چوی چند دهات هبونه دهات 400,000 برمیل نفت حرم کردستانش دیتویر دا هیتا نویسینه دید یا دهات حساب بید یا دوی دهات فدرالینه که اویش خول باج گمرکات بینی تا بس ناو گمرکای هات یکنه یعنی اونیه که هر دهات که ناو خوی هبید حکومت بیتن راست خو بیت تحویل خزینه دولت بدت پاشی 50 ساده بو هرم ببینی تا و 50 سادش بو حکومت فدرالی بی نخیر دهات نانفتیت فدرالی او دهات نانفتی وکم ما گویی پترول مزانی دهات خالن سنورینه یعنی بالافرخانانه او دهات حکومت هرم کردستان پیدویه ساده رادستی حکومت ناوندی بکتن یا 5 ساده یا 4 و همه دهت حساب کردن وکی دهاته که دولته یه فدرالی یعنی او دا موازنه عراق دا دیتا نویسینه بس 50 ساده ویده چی تفت خزینه حکومت فدرالی دا کرنه ده صلاحیه لدست حکومت فدرالی دا بی 50 ساده ویش ده بو حکومت حرم کردستان مینی تا و اویش دهات باج گمر کنن نه هیچ تشتکی زیده تر باشه گلک دیتا گوتن کو بریاره دو هفته دا تایبت جی صباحی دنگ لسر پروژه سای بیت دانن حتی نها تشتک دیار بوه کو نوچه که خوشه کو صبح خواندن ناسه بو بیت کنو دنگ لسر بیت دانن یا نه نخیر حتی هنو که هیچ آماجت هنده دیار نینه که صبح دانشتن سا جلسه بهت کرنه بو پسند کرنه موازنه اگر اکی زور و دوز بش نهایت پسند کرنه بس ازت و قناعت دا ناد گیت جمعه اگر حتی پنجشنبهش چو بیت ناچی تا هفته ها بیت اگر خدا ایزم بدد او زور کم شولات دا مایت لجنا مالیه دا از بری ساعت اکید گل حوالت مل اندام لجنا دارایی دا بوم هندک مادت کو پیوستن په حرم کردستانت موازنه دا خوشحالی و اتحادیه پسند کرنه و هر و هندک ماده دیشت مای کو پیوندی په حرم کردستان و اینه چه ماده دیاتی نگاهتن مای هشتا مناقلت خود جیب جی نکن هندک پیشنیارت نویت کرده یعنی اضافه ها هی نک تنها گورانکاری او مادت کل حکومت هاتی بلکه پیشنیارا هندک خالد دیکهات کرده اویشه هاتی اد لجنا مالی ده هشتا تصویت سنه هاتی تا کرده بریار نده که آیا ده اضافه کن یا اضافه نکن و هر و مناقله همای بینا چند که چیده که واضحه هندک خرجیات هندک آفا گویزن به هندک جهت دی یا مؤسسه دی که هندک خالد پیوست پری ما کردستان اتمای و هندک خالد دی برعکسی هندک را گیاندنا که را گیانده علی اساس بس 3 ماده اتمای پسند کن اویش ماده 12 و 13 و 14 نخیر و که من اشاره پیکه افتشت دیش اتمای و برعکس بلکه ماده 12 هاتیا پسند کرنه و تقریبا چند برگه کش لماده 13 شد هاتیا پسند کرنه اگر خود پشتیوان بیتن ده آیه صبح زور بچه حتی دوز بی تواو موازنه ده لجنه مالی ده هیتا پسند کرنه برس سیپان شیروانی اندام جبهات نرین عراقیش بغداد سپاس کوهین لگل مبون